وقتی که ما موجودی تتر داشته باشیم و بخوایم ICBX تهیه بکنیم، میایم چه کار میکنیم؟ پایین دقیقاً گزینه وسطی ترید رو انتخاب میکنیم. این صفحه برای ما باز میشه. بای و سل داره، خرید و فروش، ورود و خروج. ما اینجا میایم چه کار میکنیم؟ به جای این BTC که هست ICBX رو، حالا الان خودش رو ICBX هست، اینجا شما میتونید بیاید این صفحه باز میشه برای شما، سرچ میکنید مثلا ICBX رو، خب بعد تاییدش میکنید. اینجا این نمودارهای قرمز رنگ، شما اگر قرار باشه خرید کنید، خب یه خرید داره یه فروش داره. ببینید مثلا روی 86 هست، 86 3087 هست. شما این مشکیه بین این دوتا گزینه رو انتخاب کنید، این به صورت رسمی، حالا بدون اینکه بالا پایین بشه، خودش تایید میکنه، میگه که شما میخواید 3086 رو خریداری کنید و حالا چقدر میخواید خریداری کنید. موجودیتون مثلا $52 هستش، همش رو تکمیل میکنید یا مثلا نصفش رو. میبینید اینجا که عقب جلو میشه بازی میکنی، شما تکمیلش میکنید $52. همین که این $52 رو الان شما میخواید خریداری کنید، روی بای ICBX گزینه سبز رنگ میزنید و این برای شما تهیه میشه. این سفارش سیو میشه و ببینید برای شما این مبلغ خریداری خواهد شد.